دوستان عزیز دو موضوع رو من از طرف اول یک چیز مشخص بکنم، چون که ما پریروز یک دفعه تصمیم گرفتیم فقط اسمی از نسیم خاکسار و قادر عبدالله برده شد، فقط به خاطر اینکه هر اختلافی رو جلوشو بگیرن، ولی این صدای همه نویسندگان، هنرمندان تبعیدی در هلند است. من از طرف اونها صحبت میکنم و من این صدای قادر عبدالله نیست، صدای شماست. دو موضوع را مشخص کردیم، به طور مشخص به اونا گفتیم که ما هیچ دخالت نیروی بیرونی را در حرکت ایران نمیپذیریم. ما گفتیم که این جمعیتی که جلوی در ایستاده همشون یک شعار دارن و اینکه انتخابات تجدید باید بشه. و یک سوال دیگه، یک موضوع دیگه، مردم از این چیز ما نمیتوانیم. مرد بر جمهوری اسلامی. ابطال انتخابات. من این رو گفتم، احمدی نژاد اجازه نمیده پلیس. دوستان عزیز اجازه ندادن. دوستان عزیز من